گوشتی بستگی هم پاچه‌شونه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چه؟ سازی خوبی؟ نه من است؟ خاله جون یه بستگی هم پاچه‌شونه؟ نه با همون شبایی که یک متر سرانه گوشتی؟ در خونه یک کس نگاه کرده میتونه وقتی دکاری ما دقیق خوی میتیم شونه خونه همسوی میرن یک یابدک میزنم. اینا چی بیماری دارن؟ یوی نمه اصابه چیه؟ باید شونه سبحان الله. گوشتی میگیری خطیمه؟ یعنی کسی رو گوشتی میگیری برام میترسم. یه چی؟ این خواهره یا؟ ایش چی نام داره؟ این بیروزیه مهمون هم میبینم؟ عدی زند داره برای همون خیخ میبندم شونه دست یک کاره یکون تا یکی خواهم سبحان الله. برای همین میبنده ها؟ گشتم رو نمیفهمم. سبحان الله. دیگر فرزندو سالیم نه؟ همین وقتی سالیم ساعتی تمام کنه تا به دام معلوم کجایی که بود فرم کنی همسایه که یعنی دیگه گذاشت ندارم. سویا شب همسایه است که چیکاره؟ یعنی چرا دوست نداره؟ یا گذاشت دستش میخواد یا تنها شفا و بیماری از جون پروردگار عدست ایمان هیچی نمیگه خاله جان، اما انشاءالله یک هدیه کوچکی داریم براتون. این از اون شما 10,000 سومون زکات برای شما خاله جان. خب انشاءالله یک خدمت دیگه کنیم خاله جان. حالا مشکلتون آسان نزدیک نشوید. این دنیا و همه امتحانش میگذاره. صبر خیلی گوشه در پیش به خود حسن باش. جنت زیر پای مادران از گفتن پیامبرمون بهوده نگفتن. چه خیلی باشه نباشه در دلتون عزیزه هم نیست. صبر باشه خاله جان. الله مشکلتون آسان کن. یا اون خدمتی دیگر باشه گپ زدی در برتون. مرش خاله جان. با دایش ما اجازت شما. خیر. رحمت هم از ما یعنی شما شاد باشه برای ما هم چای هم تمام. این همه چی را کنو برادر از این دودی خروان در ما آی خروان یکم چیزی که استفاده شد چی که خروان برای